مزمور 13. تا به کی خداوندا؟ برای سالار سرایندگان. مزمور داوود. تا به کی خداوندا؟ آیا مرا تا ابد فراموش خواهی کرد؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشانید؟ تا به کی با اندیشه هایم دست به گریبان باشم و همه روز در دلم غم باشد؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراز شود؟ ای یهوه خدای من، بر من نظر کن و اجابتم فرما. به چشمانم روشنایی بخش، مبادا به خواب مرگ بخسبم. مبادا دشمنم گوید بر او چیره شدم و خصمانم از تزلزلم شادمان شوند. و اما من بر محبت تو توکل می دارم. دلم در نجات تو شادی خواهد کرد. برای خداوند خواهم سرایید، زیرا مرا سزای نیکو داده است. آمین. مزمور 14. ابله میگوید خدایی نیست. برای سالار سرایندگان. مزمور داوود. ابله در دل خود میگوید خدایی نیست. اینان فاسدند و کارهایشان کراهت آور است. نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم می نگرد تا ببیند آیا کسی هست که عاقلانه رفتار کند و خدا را بجوید. همه گمراه گشتند و با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست حتی یکی. آیا بدکاران را شناختی نیست؟ آنان که قوم مرا فرو می‌بلعند، چنان که گویی نان می‌خورند و خداوند را نمی‌خوانند. آنجا ایشان سخت ترسانند، زیرا خدا با مردمان پارسا است. شما تدبیرهای ستمدیدگان را باطل می‌سازید، اما خداوند پناه ایشان است. کاش که نجات برای اسرائیل از سیحون فرا می رسید. چون خداوند سعادت گذشته را به قوم خیش بازگرداند، یعقوب به وجد آید و اسرائیل شادی کند. آمین. مزمور 15. کیست که در کوه مقدست ساکن گردد؟ مزمور داوود. خداوندا کیست که در خیمه تو مهمان شود و کیست که در کوه مقدست ساکن گردد؟ آنکه در صداقت گام بردارد و درستکار باشد و از دل راست بگوید، که به زبان خیش غیبت نکند و به همسایش بدی روا مدارد و ملامت را درباره نزدیکانش نپذیرد، که شریران در نظر او حقیر باشند و آنان را که از خداوند می‌ترسند حرمت بدارد، که به قول خیش وفا کند هرچند به زیانش باشد، که پول خود را به ربا ندهد و رشوه بر ضد بیگناه نپذیرد. آن که اینها را به جای آرد هرگز جنبش نخواهد خورد. آمین.